سلام و درود دوستای عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشه. هر جایی که هستید جور و صحتمند باشید. من سارا سپهر هستم، شما رو خوش آمدید میگم به یک ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب لحظات طلایی. دوستای عزیز، موضوع امروز ما در مورد کودکان کاری مهاجر افغانستان است که داخل ایران زندگی میکنند و دولت ایران هم تصمیم گرفته که همه اینا را از سرتاسر تهران جمع آوری کنه، همراه با خانواده هایشان از ایران اخراج کنه. و قسمی که شاید شما آگاه باشین، خبرها را شنیده باشین که طرح اخراج اتباع غیر مجاز از ایران به شدت، یعنی با جدیت کامل ادامه داره. تمام اتباع غیر مجاز در سر تا سر تهران اگر دستگیر شود اینا رد مرز میکنه و هیچ گونه فعالیت را در هیچ قسمتی از ایران اینا نداره و همچنان هشدار داده به تمام اتباع ایرانی که هیچ گونه همکاری با اتباع غیر مجاز نداشته باشه، چه در قسمتی به کارگیری کارگر اتباع و یا همچنان جای سکونت برای اینا و همچنان اگر که سیم کارت خود و یا کارت بانکی خود در اختیار اینا قرار بده، با اینا برخورد قانونی صورت میگیره. و حالا بحث ما در مورد کودکان کار مهاجر افغانستان است و دولت ایران تصمیم گرفته که تمام این کودکان کار که در قسمت شهر و بازار دیده میشه، چی در میتروها، چی در شهر و بازار، در سرگاه، همه اینا را جمع آوری کنه، شناسایی کنه، همراه با خانواده هایشان از ایران رد مرز کنه. و شاید شنیده باشین، شاید هم اگر نشنیدین من برایتان بگویم دیگه. استانداری تهران گفته در جریان همین 9 ماه گذشته ما نزدیک به 1000 کودکان کار مهاجر افغانستان را همراه با خانواده هایشان از ایران اخراج کردیم. و همچنان احسان حیدری مدیر کل اتباع و امور مهاجرین استان تهران همچنان گفته که طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی منظورش همین کودکان کار هسته. گفته از سوی شهرداری تهران از 9 ماه گذشته در حال اجرا است و بر اساس این طرح تمام کودکان کار مهاجر افغانستان از سرتاسر تهران شناسایی شده، اینا جمع آوری میشه و همراه با خانواده هایشان از ایران اخراج میشه. و همچنان گفته که این طرح خیلی جدی هسته و تا پایان اخراج و جمع آوری تمام این کودکا با جدیت ادامه داره این طرح. و همچنان گفته که یک مرکز را هم مخصوص جمع آوری کودکان کاری اتباع افغانستانی ایجاد خواهد کرد. خب دیگه دوستا، دولت ایران تصمیم گرفته که همه کودکا را جمع آوری کنه و به نظر من که هیچ کشوری باشه دوست نداره، هر کشوری باشه دوست نداره که همچون افرادی در جامعهش زیاد شوه دیگه. هر کشور دنبال افراد مفید هسته، نه دنبال افراد مضر. شاید هم اگر ما بگیم اینا افراد مضر باشه بعضیا شاید ناراحت شوه. منظورم همون کسایی هسته که خانواده داره، پدر و مادر داره و پدر و مادرش هم توانایی کار کردن داره، با وجود اون هم اطفال خود یا همین کودکان خود میفرسته در شهر و بازار دنبال گدایی. و اونایی که بی سرپرست هست و اونایی که تنها نانوار خانوادهشان هست، اونا مسئلهش فرق میکنه. من حتی با وجود اونا افتخار هم میکنم که غیرت دارن، با وجودی که هیچ کس نداره ولی کوشش میکنه که یک قسم روزگار خود بگذرانه و دنبال کار و کارگری میگردن. و البته اگر اینا یک خانواده داشته باشه، یک سرپرست درست داشته باشه، میتونه که اینا راهنمایی کنه، به جای اینکه برن دنبال گدایی یا دنبال یک فروشی خیلی مثلا چیزای مزخرف، میتونن که به یک کارهای بهترتر یا کارهایی که درآمدش بهتر باشه به اینا راهنمایی کنه دنبال اون کارا بره. ولی از اینا بیشتر آدم گیله نداشته باشه به خاطر اینکه سرپرست یا پدر مادر درست نداره که اینا راهنمایی کنه، راهنمایی درست نداره. منظور من همی کودکانی هسته که خانواده داره، پدر و مادر دارن. من همی چند تا خانواده هم دمین چی که هسته از همشهری خود ما در ایران من میشناسم که هر کدومش چند تا بچه داره، 5-6 تا بچه داره، ولی پدر و مادرش میبینیم که جوان هسته، توانایی کار کردن داره دیگه، میتونن که کار کنه، فعالیت کنه، هر کدومش تندرست و سالم هسته میبینیم دیگه. ولی با وجود هم 3-4 تا بچه خود در شهر و بازار دنبال گدایی میفرسته. هر کدومش میبینیم که یکیش
اسپندی دستش، یکیش رای ماشینا رو میگیره دستمال میکشه، یکیش یک کارای دیگر انجام میده دیگه. این واقعا شرم هسته. آدم همچون خانواده رو که میبینیم واقعا ننگ هسته، هم بر خودشان، هم برای فامیلشان، هم برای تمام قومشان. وقتی که شما خودتان میتونین که توانایی کار کردن دارین، چرا کودکای خود را میفرستین دنبال گدایی؟ و ایران در نظر نداره وقتی که ما کودکای خود را میفرستیم با این سروز خراب دیگه، اینا چه قسم مشکلات برشان با وجود میاد، چی دوچار چی بیماری ها میشه، و یا اینکه از نگاه روحی روانی در چی وضع قرار میگیره، یا از نگاه تربیتی در چی سویه قرار میگیره. اصلا در فکر اینا نیستن، کلا شانه خالی میکنه از مسئولیت دیگه. اینا رو میفرستن، شما برین، شب میاد از اینا درخواست پول میکنه دیگه. با همچون خانواده های واقعا آدم چی باید بگویه؟ از شما خانواده های عزیز خواهش میکنم اگر که خیلی ضرورت ندارین، اگر خیلی دچار مشکل نیستین، اگر خیلی جدی لازم ندارین، اطفال خود لطفاً در سرگاه نفرستین. اینا برای خودشان هم خیلی بد هسته، برای تمامی جامعه هم خیلی بد هسته دیگه. شاید امکان داره که باعث یک الگوی بد برای دیگر کودکای جامعه شود، شاید هم روی روح و روان دیگه افراد جامعه تاثیر بد بگذاره با این سروزی که اونا داره. قسمی که همه شما میبینین دیگه، اکثرشان خیلی یک بهداشت بد داره، اکثرشان میبینیم که تا نصف داخل سطلای آشغالی خود میندازن، هی زباله جمع میکنن. با این سروز آدم که میبینه، از یک طرف میبینیم خیلی ناراحت میشیم و از یک طرف هم میبینیم که اینا در این حالتی که هستن نمیدونم عادت کردن یا اینا که خیلی دنبالی پول هسته، از حرص زیاد هسته دیگه. آدم نمیتونه که قضاوت کنه. خیلی از خانواده های رو میبینیم که با وجودی که الان یک خانواده دیگه ما در اینجا میشناسم، با وجودی که پدر مادرش کار میکنه، خیلی هم درآمد داره، ماهانه از 20 میلیون تا 30 میلیون اینا درآمد داره، با وجودی هم بچه‌ها میفرسته در سرگاه دنبال گدایی. و اونقدر که اینا کمک جمع میکنه از مردم که ما فقیر هستیم، ما نیازمند هستیم، با وجودی هم بچه‌هاش همه‌اش داخل شهر و بازار دنبال گداییه دیگه. این مردم را از یک طرف اگه ببینیم عادت کرده. خب اینا اگر در کشور خودشان باشه که هیچی بگیم خیره، کشور خودشان است، یک کارای انجام میده، ولی می در کشور مردم همچون کارای انجام میده، باعث آبروریزی تمام قوم خو میشه اینا دیگه. همه دمی ایران، مردم ایران فکر میکنه که افغانی ها همش این رقم است دیگه. اینا اگر من مطمئن هستم در هر کشوری که بره همچین کارای انجام میده، به خاطر از اینکه اینا عادت کرده. اینا اصلا در فکر اولادای خود نیسته، اینا اصلا در فکر تربیت نیسته که اولاد خود درست تربیت کنه یا که از آینده اولاد خود بخبر باشه. وقتی که اصلا در فکر اولادای خود نباشه، وقتی ما اینا رو در سرک و در شهر بازار میفرستیم، اینا فردا روز از اینا چیز جور شوه، یا قاتل شوه، یا راهزن شوه، یا دوست شوه. میبینیم دیگه، خیلی از نفرها رو ما دیدیم در خود افغانستان که از کوچه پس کوچه های افغانستان میدیدیم دیگه که آدم ها رو خفت میکردن و چون که جوان ها رو میکشتن. همه اینا زیر سری همین قسم خانواده هست دیگه. اولاد به دنیا میاره، همین از رایش ویل میکنه که هر چی شد و اصلا هم در قصه آیندهش نیسته، اصلا هم مسئولیت دوش نمیگیره. این قسم خانواده رو میبینیم و متاسفانه که خیلی زیاد هم هسته. وقتی که در فکر آینده اولاد خود نباشه، اما قسم از پشت سر هم اولاد به دنیا میاره دیگه، در کوچه و بازار رها میکنه. میبینین دیگه، و همین خود ایرانی ها رو ما میبینیم. به خدا قسم اگر یک خانواده رو میبینیم حتی یک فرزند داشته باشه، اگر ببینه که دیگه توانایی زیر نداریم که مثلا درست تربیت کنیم، یا توانایی زیر نداریم که خرج خوراکش رو به درستی مهیا کنیم، اصلا دیگه اولاد به دنیا نمیاره. چی یک دونه فرزند، چی پسر باشه چی دختر باشه، دیگه اصلا اینا اولاد به دنیا نمیاره. وقتی که افغانستان رو ببینیم، البته منظورم کلی مردم افغانستان نیست، همینای منظورم همینای هست که بچهای خود در کوچه و بازار میفرسته دیگه.
5 دانه 6 دانه تا 10 تا اولاد به دنیا میاره، دیگه مو میفرسته که تو برو از ما برای ما پول بیار شب. دیگه وقتی که اولاد به دنیا بیاره فکر میکنه ما یک مزدور به دنیا آوردیم یا مثلا یک نوکر به دنیا آوردیم، کلا از اونا کار میکشه. وقتی بگویی که چرا همچین کارای انجام بدی، باز میگه ما دیلیم اولادیم، اولاد خودمه، ما اختیارش دارم هر کار انجام بدیم. دیگه این قانونی هم نیست که همچین خانواده های رو بگیره ازش بازخواست کنه که تو مچم اونا یک نه تنها که یک فرزند شما هسته، اولاد شما هسته، اینا به صفت یک انسان هسته، چرا همچین کارهای زشت سر اینا انجام میدن؟ خب بله دوستای عزیز، متاسفانه همچون خبرای وجود داره، همچون خبرایی را ما میشنویم دیگه. امیدواریم که شما خفه نشده باشین از حرفایم، به خاطر از اینکه من اینا رو وقتی میبینم، همشهرای خود میبینم که در این وضعیت قرار داره، واقعا ناراحت میشم، هم جگرخون میشم که چرا اینا همچین کارهای انجام میده و ای که باعث آبروی ریزی کلی مردم هست دیگه. الان اکثر مردم ایران میبینین که فکر میکنه افغانی ها همه چی میرخم کثیف، همین رقم آدمای بی مسئولیت هستن دیگه. امیدواریم که شما از من ناراحت نشده باشین از حرفایم. خودتان هر گفتنی که دارین، هر نظری که دارین در قسمت کامنت بنویسین دیگه. امیدوارم که این ویدیوی ما برای شما مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعد که بازم در خدمتشم قرار میگیرم. الله حافظ و نگهدار.